درود دوستان عزیز. بچه این موضوع رو میخوام اختصاص بدم به خطوط جریان شهاب سنگا. این یه نمونه از شهاب سنگی که خطوط جریانش خیلی قشنگ مشهوده و پیداست، قشنگ مشخصه که خطوط جریان داره. این یه نمونه از خطوط جریانه. اینم یه نمونه از خطوط جریان که روی این شهاب سنگ نشسته و این به این شکل خطوط جریان دار و این یکی که خطوط جریانش کاملا مشخصه.